Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah ki موقعی حضرت جان در نزد روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار داریم. از حضرت جان خواهش میکنیم که در حق تمامی برادران دعا کنه، یگانچه گفتنی داشته باشند. اولا درود و رحمت الله مهربان به همه برادرها و مادرها و خواهرای عزیز ما. بیشتر اول دعا میکنیم که خدای مهربان طاعت ها و عبادت ها و سعی تلاش و کوشش های کردیم خداوند قبول کنه. آمین. و هر یک بیننده را هم برادرای ما را هر یک نفرهایی که میل خواهش و محبت این موضوع ها را دارند خدای مهربان شما را موفق میسر و الله مهربان که در عوض امر البته بالاترین بگیم یا عالی ترین هدیه‌اش جنت است. خدای مهربان برای این ادا کننده نصیب گرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. سلامت باشید.